می سپری شود. دوستان عزیز، همین خیرخانه چه آب و هوایی داره، چقدر آب و هوایش پاک است، چقدر آب و هوایش خوبش است و چقدر خوش قدم میایم قدم زدن به این خیرخانه. ما خاطر از این هوای پاک و این خوبشیایش امروز آمدیم که دوباره بریم سرک حوزه یا خدا نکرده طرفای قیمت کوتل اینجا نباشادم که برای خاکبار و دیگه چیزا. دیگه هر منطقه دوستان از خوبی و بدی خود داره، اما این منطقه به نظر من قدر بدی زیاد نداره، خوبیاش نزدیک بدی هایش. ساختمان ها رو ببینین خوش آدم میاد دوستان عزیز. هفته و رخ میبینین که هفته و میزنه اول سر زمین جد نگفتن مانه که هفته و دوستان عزیز تا دیگر هم می طرف است، حتی دورم که بخوره هفته و می داشته باشه. برعکس سلام و درود نثار شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین و روزگارتون به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان عزیز، همین خیرخانه چه آب و هوایی داره، چقدر آب و هوایش پاک است، چقدر آب و هوایش خوبش است و چقدر خوش قدم میایم قدم زدن به این خیرخانه. ما خاطر از این هوای پاک و این خوبشیایش امروز آمدیم که دوباره بریم سرک حوزه 11 ما هم ببینیم. من نمیفهم دوستان عزیز، اما این سرک حوزه 11 مرا بسیار خوش میاد، خصوصا این کوچه هایش، همین خشتوختی فو طرف واقعا یکی از بهترین جاهای خیرخانه است که ما دیدیم. خلاصه از هر لحاظ پاک، زیبا، حوزه نزدیک، ناحیه نزدیک، پستخانه نزدیک، مکاتب، مدارس، همه چیز خلاصه دیجا هست. دیگه دوستان نهایت گرامی، اینه که در تصویر میبینین این حوزه 11 امنیتی شهر کابل است. بعض وقتا در بعض ویدیوها دوستان دیدم حوزه 11 و 17 از پیش من یک ذره اشتباه میشه، اگر کلام دفعه اشتباه شده و شما شنیدین شد دیگه باز مرا ببخشین. خب به هر صورت دوستان عزیز، رو برای دیگه میره قلعه نجارا. ما قلعه نجارا نمیریم، دور میخوریم میریم طرف سرک حوزه 11. نزنیم اون را تو با پیش بریم. دوستان عزیز، بانک ها میجه نزدیک از افغانستان بانک، خلاصه کل چیز نزدیک از لیسه مریم نزدیک، سرای شمالی نزدیک دیگه. مردمان از این منطقه از هر چیز مرفه، سرک ها پاک، سرک ها خط کشی شده، البته کم کم رنگشان رفته، کم کم مانده، کوچه ها کانکریت شده، سرک غیر. خلاصه که منطقه هیچ بدی دوستان عزیز نداره، هیچ بدی. آب و هوایش هم تو یک آب و هوای پاک، پارک اول نزدیک، مراکز تعلیمی و تحصیلی نزدیک، همین سرای شمالی و سی اول نام داره دوستان عزیز. کورس تنیس است، اگر از پانتون بگیم پانتون هم است، موسسه تحصیلات هم است، همه چیز مثل که سی اول تو سرای شمالی است. خلاصه گفتیم دوستان عزیز که یکی از بهترین جاهای شهر کابل همین سرک است. البته نگفتن نمانه که قیمت خانم درجه پایین نیست و بسیار بالاست. نیم در افغانستان بانک دوستان عزیز که در طرف میبینین بانک رو گفتن که نزدیک است. اونو پارک سیول از دوستان عزیز یک از بهترین پارک های کابل دیگه. سابق دوستان عزیز بسیار زیباتر بود. خب اما دیگه نمو وقتش جمع شد، پس آمده بارش هم زیاد است، بسیار زیاد بارم کرده دوستان عزیز. خانه های بسیار زیبا و ساختمان ها، آپارتمان های بسیار زیبا دوستان عزیز در این منطقه وجود داره. همین کلش یک طرف دوستان عزیز، همین که آدم یک دقیقه میاره میبره دی سرکا یا نهایتا میره طرف لیسه مریم و کابل، ساعت آدم تیر میشه میایه، پس خوشخوی هم میشه، کل چیزا بسیار به خوبی و خوشی میگذره. خدا نکرده طرفای قیمت کوتل اینجا نباشه آدم که برای خاکبار و دیگه چیزا.
در منطقه دوستان عزیز خوبی و بدی خود داره، اما این منطقه به نظر من قدر بدی زیاد نداره، خوبیاش نسبت به بدیهاش زیادتر هست. امر بالمعروف هم از دوستان عزیز اینجا گشته میرن تا کنم چیز مخالف شریعت پیدا بکنن و براشان تذکر بده. اینجا دوستان عزیز شرکت مخابراتی سهام، افغان تلکام، پستخانه همش موقعیت داره، همش. و آپارتمان ببینید چقدر زیباست دوستان عزیز، چقدر مقبول است آپارتمان. سرکار رو میبینید دوستان عزیز چقدر پاک است. شهرهای کابل هم کمترین خاک و گرد و غبار را که میمونه جمع میکنن. در اگر جای دوستان عزیز که قسم جارو کنن سرک یک خاک نمی داشته باشه، پر از جنگلی و خاکباد می باشه، موجودی نهایت خاکش خونه قدر بود کنه جمع میکنن نور هم. این سرک مسجد کویته، مفاتیح خانه کویت از دوستان عزیز که گفتی میره یک روز انشالله میریم و یک ویدیو میداشته باشیم. بسیار یک سرک زیبا و مقبول است و خانه هایش هم همه چیزش هم مقبول و زیباست. خیرخانه رو دوستان عزیز بسیار مردم ها خوش داره و ما قدر بسیار مردم هم خوش ندارن، اما به نظر من از بهترین جاهای کابل است. باورتون میشه دوستان عزیز ما مردمایی رو میشناسم که خانهشون در پلوی بنده‌ای یا هم کوته سنگی یا هم شار بسیار نزدیک به اینجا است، حتی که بوی همسایه شاید باشن، اما به خاطر خرید آمدین لیسه مریم. نال خودتان فکر کنین که لیسه مریم چه قسم بازار است که مردم دوستش داره. ساختمان ها رو شما یک بار ببینین دوستو، کوچه ها کلش ریزی شده یا کانکریت، کلش تکمیل. واقعا یک جای بسیار زیبا و مقبول از دوستان عزیزی بخش. هم به فروشی ها کل چیز دوستان عزیز در این بخش تکمیل است، یعنی از چیز کم بود ندارن. سبزیجات و میوه‌جات تازه رو ببینین که این دکان آوردن. گوشت‌های تازه رو ببینین. خدا دوستان عزیز که بسیار جای خوبش هستی. ساختمان ها رو ببینین خوش آدم میاد دوستان عزیز. هفته و رخ میبینین که هفته و میزنه اول سرزمین جد نگفتن مانه که هفته و دوستان عزیز تا دیگر هم می طرف هست، حتی دورم که بخوره هفته و می داشته باشه. برعکس دیگه جای باز دوستان عزیز با قدر بیربارم نیست. سرکار ببینین فرصت، کوچه ها فرصت، خانه ها کم سر صدا خودتان در تصویر میبینید سبزیجات تازه، میوه‌جات. خب دوستان عزیز امیدوار هستم که از ویدیو خوشتان آمده باشه. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین که این ویدیوهای آینده ما پس پیشتان نره. تا ویدیوی بعدی همایتان به الله متعال پاک و بی همتا میسپارم. روزگار خوب خوش داشته باشین و در پناه حق باشین. الله حافظ و مددگار همایتان.